حکایات سعدی شیرین تر از قند. این داستان صدقه. عجله کنی وقت نداریم. بیا اینجا زود بیارشون. بیا اینجا بابا. سریع‌تر بیا. منم بیا. از این طرف. زود باش. برو دیگه اسب چموش، چرا وایسادی؟ برو. کاروان سالار این قافله شمایی؟ بله من هستم. فرمایش. به کدام طرف می روید؟ به یونان می رویم. برای یک نفر جا دارید؟ اسبا دیگه جای باربونه ندارم. شغل من نویسندگی و درس و بحث، باربونه هم چند کتابه. کرایه سفر چی داری؟ همین چند سکه رو میتونم بدم. فکر میکنین کافیه؟ کرایه تو بیشتر از این چند تا سکه است. گفتی نویسنده هستی؟ حکایت های پندآموزم بلدی؟ اتفاقا درباره این موضوع چیزای زیادی نوشتم. برای چی میگوشی؟ خوبه. برای مسافرها حکایت های پندآموز بگو تا سرشون گرم بشه. اینطوری کمتر مزاحم من میشن. اما نصف روز رو باید پیاده بیای و نصف روز رو با اسب من میایی. پیاده زیاد رفتم، اشکالی نداره. پس کتابا رو بیار تا جایی براشون پیدا کنی. بیا یه خورجین خالی اینجا داریم. بیا. جسارته، اما برای حفظ کاروان از دست دزدا و خطرهای دیگه هیچ فکری هم کردین؟ مسلمه. اسبای من مثل شتر تا آخر سفر آب نمیخورن و پیوسته حرکت میکنن. خودم هم چشم بسته کاروان از بیابون تا مقصد میرسونم. به جز اینم خطری نیست. بسیار خوب، معلومه که با تجربه اید، اما اگر نمیدونی بدون که هیچ قافله سالاری به جز من جرأت نداره این راهو با اسب بره. فهمیدی؟ عالیه. اما نداره. سفر با اسب سریعتره. میخواستم بگم میدونم چی میخوای بگی. بله آذوقه با آبم به اندازه کافی داریم. لازم به گفتن نیست، اما صدقه که حتما میدین. نشنیدین که پیامبر خدا گفتن صدقه موجب زیادی مال و دفع بلا میشه؟ بجم سلیم جان، زور شد. آماده ایم الان را میفتیم. تو عمرم به هیچ گدایی سکه این ندادم. اینا یه مش مفخورند. به هر حال اونا هم سهمی دارن. افرادی مثل مسافرای شما که مشمول رحمت خداوند شدن و مال و ثروتی به دست آوردن باید سهم اونا رو از دارایی خود بپردازن. تو اگه میخوای این گده ها رو فربه کن، اما من و مسافرای تاجرم 100 بار این مسیر رو رفته و برگشتیم و سالم هم موندیم. این سکه رو از من قبول کن. ممنون جوان مرد. سفرت به سلامت ای مرد. خدایا او را از بلایا و دوزا در پناه خودت نگه دار. لقمان حکیم، من تو کار خودم استادم. میبینی چطور با چشم بسته کاروان از میون چنهای روون میگذرونم؟ بله حقیقتا که به کار خودتون واردی،
اما اگه لطف و پشتیبانی خدا نباشه هیچ تجربه‌ای به درد نمیخوره. البته خدا بزرگه، اما بدون صدقه به گداهام خدا پشتیبانمونه. الحق که غافل دار ماهریه. بله، راه 1 ماه رو 10 روزه طی میکنه، دور از چشم راهزنا. آره خیلی شجاع و مقتدره. دست شما درد نکنه، سفر خیلی خوبی بود. امیدوارم تا پایان سفر لطف خدا همچنان پشتیبان ما باشه. تو هم یادت باشه دیگه سکه رو خرج این مفتخورها که دعا فروشن نکنی. اون بنده خدا مفخر و دعافروش نبود، اونو میشناسم. نیازمنده، به زحمت زندگیشو تامین میکنه. در ضمن هنوز که نرسیدیم غافل سالا. اگه دست تو به پیشونیت بچسبوندی و اون طرف رو نگاه کنی سیاهیای شهر رو میبینی. ما به خاطر دعای اونا صدقه نمیدیم. مگه نمیدونی خداوند فرموده در واقع به من صدقه میدیم؟ از تو بعیده، مگه خدا استغفرالله محتاج صدقه ماست؟ البته که نه. منظور همونه که گفتم. روزی بعضیا رو خداوند تو دست ما گذاشته. اگر به اونا برسونیم در حقیقت از طرف خدا وظیفه روزی رسانی خودمون رو انجام دادیم و امانتی رو که به ما سپردن به نیازمندا میدیم. من به این حرفا اعتقاد ندارم. از تو حرکت، از خدا برکت و سلام. چه قافله پروپیمونی. وای راهزنا، اینا از کجا پیدا شدن؟ ناراحت نباش لقمان حکیم، اینا خودین. خب بگو ببینم بقیه بارا کجاست؟ همش اونجاست، مال شما به ما کاری نداشته باشین. قربان اشتباه گرفتین، من سلیمم قربان. نه خیر، اتفاقا درست زدیم به خال. میبینم که جنس فراوونی دارین. البته، اما من همیشه قبل از سفر پیشکشی گرگین خان رو پیشاپیش میفرستم. شما از ایشون بپرسید حتما تایید میفرمایم. خب جرمت سنگین تر شد. اگرم کم بوده وقت برگشتن جبران میکنم. ما که با همین حرفا رو نداریم. عوضی گرفتی سلیم غافل سالار. مگه شما از دار دستی گرگی خان نیستید؟ ما با اون دل دوز کارد و پنیریم. شما سرورت اژدر خان. اما اینجا همیشه منطقه گرگی خان بود. آفرین سلیم جان، درست گفتی. اینجا همیشه منطقه گرگی خان بود، اما بود. حالا دیگه منطقه منه. خب چه بهتر. من اهل معامله هستم. از این به بعد به شما باج میدهم قربان. این دفعه نه تعارف نکنین. باید از دست من دشت کنین. دست من خیلی خوبه. وای. من از تو باج نمیخوام. همه جنس رو میخوام. فهمیدی یا با این شمشیر حالیت کنم؟ دیگه چاپلوسی بسه، عجله دارم. بگو کاروانیان همه باراشونو بار اسبای ما کنن، خودشونم بایستن کنار. جناب اژدرخان رحم کنین، اینا همه دارایی من تو این دنیاست. به من رحم کنین خواهش میکنم. باشه به تو رحم میکنم تا نگی بی مروت اژدرخان. جونتون نمیگیرم، ببر واسه خودت. بارا کنار ببینم. نه نمیذارم برای این اسبو ببری. مگه نشنیدی اژدرخان گفت همه برای من اونجاست ببر، اما اینا رو نه. چی شده تاجر فربه؟ نکنه جونتو تو اون کیسه ها قایم کردی؟ این برا مال تجاره نیست، امانتیه که برای ایتام میبرم. پدر منم عمرشو به شما داده، امانتی تو رسوندی، حالا از جلوی چشم گم شو. این آشغالا چیه بغل کردی؟ برید زمین، برا رو جمع کن. این امانتی رم با اسبش میبریم.
خداوند از سر تقصیراتت نگذره ناجوان مرد. جناب لقمان حکیم، شما یه کاری بکنید، موعظه‌ای، نصیحتی، دعایی. پند و نصیحت برای کسی است که اشتباه میکنه، نه این سیاه دل که گناهکاره. آهنی را که موریانه بخورد، نتوان برد از او به صیقل زنگ. با سیاه دل چه سود گفتن بس، نرود میخ آهنین در سنگ. چرا اینجا نشستی جوان؟ اهل نیشابورم و تو این شهر غریبم. مقصدم شوش بود که بیمار شدم و همه داراییمو خرج درمانم کردم. حالا که خوب شدم پولی برای ادامه سفر یا بازگشت ندارم. درمانده شدم. نگران نباش، خدا بزرگه. با من نزد سلیم قافل سالار بیا، او هم عازم شوشه. نزد داره تو هر سفر یک نفر رو رایگان ببره. شاید این دفعه قسمت تو باشه. راست میگی، خدا عوضش بده. دعا میکنم خداوند همیشه پشتیبانش باشه. به روزگار سلامت شکستگان دریاب، که جبر خاطر مسکین بلا بگرده.